طی چند سال اخیر در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه چندین کارخانه‌های بزرگ صنعتی قامت افراخته برای عملی سازی هدف چهارم استراتژی مملکت صنعتی کنونی با سرعت کشور مساعدت نمودند. به سبب نیست که رهبر دولت آغاز فعالیت کارخانه‌های نو استحصالی را در کشور محبوبمان نشانه پیشرفت با ثبات اقتصادی ملی، قدم‌های استوار در سمت رشد درازمدت مملکت ارزیابی نمودند. کارخانه استحصالی سیوما از زمره کارخانه‌هایی است که بهترین آب‌های تشنه‌شکن را دسترس مردم می‌کند. سنگ اساس کارخانه ماه مارس سال 2018 گذاشته شده، 27 آگوست سال 2019 آن پوره به فعالیت آغاز نمود. تقریباً تمام هیئت کارمندان این درگاه را جوانان تشکیل می‌دهند. این کارگاه مکان رشد جوانان و تقویت نیرو و استعداد آنهاست. عزیزه تگایوا یکی از جوان دخترانی است که فعالیت کاری خود را در همین کارخانه آغاز نموده و از کارگر عادی تا به راهبر رشد کارخانه سبزیده است. در آغاز کاری کارخانه استحصالی سیوما تنها دو نمود آب را استحصال می‌نمود. این آب‌های گازدار و به گاز در ظرف‌های پلاستیکی و شیشگین بود. سرچشمه این آب در 55 کیلومتری ورزاب بیرون از دوشنبه جایگیر بوده. یکی از بهترین سرچشمه‌های تاجیکستان به حساب می‌رود. بعد آب شدن پیریخ سرچشمه با وجود می‌آید که در آنجا آدمیزاد زندگانی نمی‌کند و ماشین نمی‌گردد. عین زمان در کارخانه زیاده از 150 نفر متخصصان محلی با جای کار دائمی و معاش خوب تامینند. کارمندان از کورس‌های مخصوص آموزشی گذشته ترتیب استفاده تکنولوژی را پوره از خود نمودند و فعلا مستقلانه فعالیت خطهای استحصالی را اداره می‌کنند. شبیه که می‌دانید خطهای استحصالی از اروپا آورده شده است و برای آموزانیدن متخصصان داخلی جمهوری ما البته متخصصان از اروپا آورده بودیم. هر یک خطهای استحصالی متخصصان خود را داشت و هر یک متخصص را مهمانان ما درس‌های آزمایشی گذراندند و در مدت 1-2 ماه بعضی و 1 ماه بعضی و 2 ماه تمامی خطا را از خود کردند و در مدت 2 سال اخیر است که به یگان یاردم بیرونی گیر می شود. به یگان یاردم متخصصان خودی در تاجیکستان متخصصان خودمون با استحصال مشغول هستند. آب برای کارکرد و استحصال محصولات نهایی از دریای سیوما که 55 کیلومتر دورتر از پایتخت مملکت واقع گردیده است دسترس می شود. این آب در آزمون بین المللی آب‌های آشامیدنی که سال 2001 در ایالات متحده آمریکا برگزار گردیده بود، در 10 گانه آب‌های بهترین جهان شامل گردید. طبق تحقیقات عالمان ساحه، آب سیوما و ارگانیسم آدم تاثیر مثبت رسانیده برای کار موشک‌ها، کار معتدل روده‌ها و هضم غذا، اینچنین تازه‌کنی ارگانیسم فایده‌آور ارزیابی شده است. آب از قبط پیرخ‌ها سرچشمه گرفته برای کشاندن آن از نقلیات معاصر صحراوی استفاده می شود. جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای اساسی تشبثکار در سمت حل مسائل مربوط به استفاده ثمرناک ذخیره‌های آب در جهان اعتراف گردیده است. محض با تشبث پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام الرحمن سالهای 2018-2028 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار اعلام گردیدند. باید گفت که این اقدام نخستین سرور دولت تاجیکان نبوده، قبلا نیز یک سلسله پیشنهادات او از منبرهای با نفوذ جهان صدا داده و دستگیری یافته‌اند. کارخانه استحصالی سیوما امکان دارد که در یک سال با استفاده پوره خطهای استحصالی زیاده از 20 میلیون تن آب را استحصال و به خریداران پیشنهاد نماید. آن با معاصرترین خطهای استحصالی تامین بوده، دستگاه‌های نصب شده صفت محصولات را پوره کفالت می‌دهند. این پوره همه خطهای استحصالی میباشد، یعنی که خط استحصالی آبی رنگ، آبی گازدار، آبی بی گاز، چای تشنه‌شکنی که ما داریم، حالا محصولات نوی که ما در فروش مانده این آب‌های ورزشی میباشد با طعم لیمون و مالینه. تکنولوژی کارخانه استحصال شرکت معروف سیدل فرانسه بوده، در اساس استانداردهای معاصر بین المللی فعالیت می‌کند. همچنین تجهیزات‌ها از فرانسه، پولشه و چین دسترس و مورد استفاده قرار داده شده‌اند. دستگاه‌های نصب شده پوره به طور اتوماتیک فعالیت می‌نمایند.
سال گذشته کارخانه علاوه به آبهای تشنه‌شکن استحصال باز 2 نمود آبهای نیروبخش و 4 نمود آبهای ورزشی نو را به راه ماند که در بازار داخلی طلبگاران زیاد دارند. همچنین با استفاده از گیاهای شفابخش وطنی استحصال 2 نمود آبهای از ویتامین‌های B و S بای برای استعمال کودکان راه اندازی شده است. کارخانه استحصالی سیاما از روی استانداردهای اعتراف گردیده جهانی فعالیت خود را راه اندازی نموده در برابر استحصال محصولات واردات عوض کننده استحصال محصولات صادراتی را نیز به راه مانده است. حالا آبهای سیاما به فدراسیون روسیه و امارات متحده عرب صادرات می شوند. بعد از اونی که ما بازار داخلی جمهوری تاجیکستان را پر از خود کردیم، ما به نقشه گرفتیم که محصولاتمون را به صادرات نیز تیار میکنیم و خوشبختانه ما سال 2021 توانستیم که با بازار امارات متحده آمریکا برایم و اینچنین با فدراسیون روسیه و با قزاقستان توانستیم که صادرات را برآوریم. کارمندان این کارگاه کوشش به خرج می‌دهند تا موقع خود را در بازار پررقابت نگاه داشته محصولات با صفت و از لحاظ اکولوژی تازه و بی‌ضرر را پیشنهاد مشتریان گردانند. تا امروز کارخانه با بیش از 6400 عدد مرکزهای سودا و مغازه‌های وطنی جهت دسترس نمودن نوشاکی‌های تشنه‌شکن شرطنامه‌های همکاری بسته است. محصولات کارخانه با نرخ‌های دسترس پیشکشی مزاجان می‌کرده. کارخانه زیر شعار بهترین و یا هیچ فعالیت می‌کند. پس با اطمینان میتوان گفت که شرکت سیاما بهترین آبهای تشنه‌شکن را با بهترین صفت و بهترین طرح و بهترین نرخ دسترس مشتریان نموده و از بهترین شرکت‌های استحصالی وطنی باقی خواهد ماند.